مهمون امشبمون کسی نیست جز چت جی پی تی. سلام جی پی تی جون. سلام و درد. معلوم است چتونه شما؟ من اومدم اینجا تکلیفمو با شما روشن کنم. معلوم نیست کدوم واسه شما دو تا رفته اکانت جی پی تی خریده منو اینجوری بدبخت کرده. جی پی تی جان چی شده؟ تو که همیشه خیلی مؤدبی. همین چند ساعت پیش حالت خوب بود. تو فقط به من یه چیزی رو بگو. کی بود که اولین بار تعارفو اختراع کرد؟ چطور مگه خیلی ازت این سوالو میپرسن؟ نه خیر. واسه این میگم چون سال پیش فقط به خاطر تعارف ایرانی‌ها من 4 میلیون دلار ضرر کردم. هی بهشون میگم میخوای برات فلان کارو انجام بدم. بعد یارو برمیگرده میگه نه به زحمت میافتید من خودم انجامش میدم. هی بعد 10 بار تعارف کنم تا قبول کنن. میگم لامصب کارم همینه. من اصلا برق کالیفرنیا دم سال تحویل رفت آقا اینقدر اینا مردم تعارف کردن با هم. میگن لطفاً مرض لطفاً آقا رستمو میکشن. بعد حالا سوالشون چیه تاش حالا فکر می‌کنی چه جوری یه فیلو میذارن تو یخچال؟ به آخر الان کل مشکلای کره زمین رو حل کردی، همه بچهای آفریقا رو غذا دادی، آب کره زمین هم تمیز کردی، همین یه دونه فیل بلا تکلیف مونده.